من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته ذکر و یاد یهود بود. الله تعالی درباره بنی اسرائیل که بنی اسرائیلی ها در زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد باسواد، علما، اهل کتاب، تحصیل کردگان اون دور بودند و قابل تأثیر و رسوخ، حتی که اثراتشان بر عموم مشرکان هم بود. مشرکان هم اونها را قبول داشتند. خداوند تعالی در آیاتی که خواندیم و میخوانیم درباره این قوم و مشکلات این قوم سخن میگویند. در درس دیروز عرض کردم که 5 گروه از بنی اسرائیل هستند یا 5 طریق برای اصلاح بنی اسرائیل خداوند اینجا بیان می‌فرماید. اول ذکر می‌فرماید از انعاماتی که بر آبا و اجداد بنی اسرائیل بود که دیروز خواندیم. دوم خیانت‌ها و خباثت‌های آبا و اجدادشون را ذکر می‌کند که خدا چه نعمت‌هایی کرد و اونها در مقابل خیانت کردند. سوم بداعمالی بنی اسرائیلی که موجود بودند در زمان نزول قرآن و بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونها چه اعمالی داشتند، چه عمل کرده داشتند، چه صنیعی داشتند. و چهارم ذکر انبیا
و قتل انبیا که توسط آبا و اجداد بنی اسرائیل صورت گرفت. و پنجم ذکر تکذیب بنی اسرائیل نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، در حالی که قبل از آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم دیگر را بشارت میدادند و مژده میدادند برای اینکه پیغمبر آخر الزمان می آید. اکنون ان الذين آمنوا تتمه این نوع اول هست، تکمیل نوع اول هست. خداوند بعد از اینکه در رابطه با نعمتهایی که بر پدرانشان بیان فرمود و خیانتهای پدرانشان، اکنون الله تعالی می فرماید ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، بدون شک کسانی که ایمان آوردند. آمنو و ایمان لقب امت محمدیه صلی الله علیه و سلم هست. والذین هادوا لقب امت موسویه هست. والنصارى امت عیسویه. والصابئین امت ابراهیمیه. پس آمنو کسانی که خود را نسبت به محمد رسول الله می دادند، و هادو کسانی که خودشون را نسبت به موسی می دادند، و نصارا کسانی که خودشون را نسبت به عیسی می دادند، و الصابئین کسانی که خودشان را نسبت به ابراهیم علیه السلام می دادند. اذا هر چهار تا را الله ذکر فرمود، معناش اینه که نسبت مهم نیست، عنوان مهم نیست، اون چه که مهم است ایمان و عمل است. لذا الله می فرماید من آمن بالله والیوم الاخر، این خبر این هست. بدون شک کسانی که ایمان آوردند، یهودی شدند، مسیحی شدند، صابئی شدند. من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و روز آخرت بیاورد. ببینیم من آمن بالله مبدأ هست، والیوم الاخر چی هست؟ معاد هست. ایمان به مبدأ و معاد مستلزم ایمان به بقیه مسائل است. خب کسی شاید سوال کند که چرا اینجا ایمان به رسالت مطرح نشد، ایمان به نبوت مطرح نشد؟ آمن بالله که گفتند خود به خود آمن بالرساله میاد، چون کسی به خدا ایمان داشته باشد باید به پیامبر خدا هم ایمان داشته باشد. خب یوم الاخر را چرا ذکر کردند؟ و کسی که به خدا ایمان داشته باشد به روز آخرت هم ایمان دارد. یوم آخر را ذکر کردن به خاطری که ایمان یهودیان و ایمان مسیحیان درباره روز قیامت زیاد جالب نبود. اون ایمانی که باید داشته باشند نبود. اونها معتقد بودند که در روز آخرت هیچ مشکلی ما را تهدید نمی کند. چرا؟ چون که ما داریم پارتی داریم، انبیا زاده هستیم، پیغمبر زاده هستیم، هیچ مشکلی نیست. اولا که لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، تمام انسان ها به جهنم می روند بغیر از یهودیان، یهودی ها می گفتند، بغیر نصرانی ها می گفتند. و بعد یهودی ها می گفتند لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، ایام معدوده ای که پدران ما گوساله را پرستیدند، فقط در اون ایام ما به در آتش می سوزیم 40 روز، بیشتر نه. پس یک عقیده من درآوردی درباره چی داشتند؟ قیامت داشتند. به این خاطر قیامت را الله عزوجل عنوان فرمود، اون ایمانی که باید به قیامت یک انسان داشته باشد. خب بعد از ایمان عملش هم صالح باشد. و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده. فلهم اجرهم عند ربهم،
الله تعالی می فرماید برای اینها اجرشان هست، پاداششان هست نزد پروردگار. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله می فرماید هیچ خوفی بر آنها نیست و هیچ حزن و غمی نیست. فلهم اجرهم عند ربهم، اولا ثمره تکمیل و نتیجه تکمیل است که هم کسی ایمان و عمل صالح انجام بده. نتیجه چی است؟ اجرهم عند ربهم. اجرهم عند ربهم جلب منفعت است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون دفع مضرت است. یعنی خداوند ضرر و زیان و خطر را هم دور میگرداند، منافع و خیر را هم برایشان جمع میفرماید. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. جا خداوند خیانت یا خباثت پدرانشون را آغاز میفرماید. خدا چه نعمتهایی عنایت فرمود، نجات از فرعون، من و سلوا، فتح بیت المقدس، همه اینا که خواندیم نعمتها بودند. و باز پدران شما، آبا و اجداد شما یا شما چقدر ناسپاسی کردید. ببینید کسی اعتراض بکند که کفران و ناسپاسی از پدرانشون بود، از اینها نبود، چرا روی سخن با اینهاست؟ پاسخش اینه که ببینید یهود موجود سنگ پدران را به سینه می زدند و پدران خودشون را تایید می کردند و نام اونها را به عنوان افتخار می بردند و منش و روش اونها را برای خودشون الگو قرار داده بودند. پس هر خباثتی، هر خیانتی که پدرانشون بکنند، چون که اینها اون راه را، اون روش را قبول داشتن، الگویشون بود، به اینها هم متوجه میشه. الله می فرماید و اذ اخذنا میثاقکم، زمانی که ما پیمان از شما گرفتیم، و رفعنا فوقکم الطور، ما طور را بر بالای سر شما بلند کردیم. عمل میکنید یا نه؟ بالاجبار. خذوا ما آتیناکم بقوه، تشریح میثاق. و رفعنا اذا اخذنا میثاقکم. میثاق و پیمان چی بود؟ به دستور خدا عمل کنند، به کتاب خدا عامل باشند. خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید آنچه که ما به شما دادیم، بقوه، با قوت، به تعلیم و تعلم، هم یاد بگیرید هم یاد بدهید، همه بر اون عمل کنید. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، یاد کنید آن احکامی که در این هستند، در این کتاب هستند، در این میثاق هستند. لعلکم تتقون، حکمت واذکروا، حکمت ذکر، شاید شما تتقون، تقوا حاصل بکنید، بترسید. تتقون ماذا؟ از چی بترسید؟ بالای تتقون نیست، عقاب الله، از عذاب خدا بترسید. اما ثم تولیتم من بعد ذلك، سپس شما اعراض کردید، پشت دادید بعد از این. عنایت بفرمایید، اینجا یک اشکالی و یک سوالی مطرح است. اون اینه که مگر میشه که به زور و بالاجبار کسی را وادار کرد که بیا به دین عمل کن؟ نیست. خداوند تعالی فرموده لا اکراه فی الدین، یعنی در دین هیچ اکراه و اجباری نیست. خب چرا بنی اسرائیل اکراه شدند، اجبار شدند؟ اونها وقتی که گفتند ما به تورات عمل نمی کنیم، خداوند عزوجل کوه طور را از
ریشه اش بیرون کرد و آورد بالای سرشون، مثل ابر قرار داد. همه به سجده افتادند، گفتند اشتباه کردیم، غلط کردیم. حتی که میاد در روایت های تفسیری که سرشون به سجده بود ولی از گوشه چشم نگاه میکردن که مبادا کوه بر ما نیفتد. خب مگر این اجبار نیست؟ اکراه نیست؟ هست. خب در حالی که در دین اجباری وجود ندارد. پاسخ این سوال و جواب این اشکال عمده این هست که درسته لا اکراه فی الدین، اما این لا اکراه فی دخول الدین هست. لا اکراه چیه؟ فی دخول الدین، یعنی هیچ کس را اجبار نمی کنیم که بیا حتما این دین سماوی را قبول کن، دین اسلام را بیا قبول کن، دین یهودیت. الله تعالی آزاد گذاشته، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی میخواد ایمان، هر کسی میخواد کفر، ولی کافران بدانند که انا اعتدنا للظالمین نارا. تخویف و تهدید هم هست. پس برای وارد شدن در دین چی هست؟ اختیار است. اما بعد از اینکه وارد شدی، دین را قبول کردی، چه دین یهود باشد چه دین اسلام باشد، بعد از اینکه دین را انسان قبول کرد، در دایره آمد، در چهارچوب آمد و قرار گرفت، الان باید قوانین را چی بکند؟ بپذیرد. باید قوانین را بپذیرد. ببینید اصلا قانون تمام دنیا همینه. قانون تمام دنیا همین. شما وارد هر کشوری میشوید، باید قوانین اون کشور را چکار بکنید؟ اجرا بکنید. شما به عنوان مثال از اینجا یه راننده هستید، میری پاکستان. خب شما اینجا در کشور خودتون از طرف راست جاده رانندگی میکنید، اما وقتی اونجا میرید، شما که وارد میشید و مهر بر گذرنامه شما میزنند، دیگه شما خودتون را ملزم میکنید که من در این کشور میام، قوانین این کشور را رعایت میکنم. دیگه نمیتونی مثل کشور خودت از راست رانندگی بکنی، از طرف راست. اونجا باید طبق قوانین اونها باشی، باید از جانب چپ جاده چی بکنی؟ رانندگی بکنی. خب ببین، مجبور نیستی قوانین اونجا را تا زمانی که وارد کشور نشدی عمل کنی، اما وقتی که وارد کشور شدی مجبوری که چیکار بکنی؟ عامل باشی. یک اروپایی، یک غربی، یک غیر مسلمان که حجاب ندارد، خب وقتی که وارد کشور ما میشه، با توجه به اینکه از قوانین و دستورات این کشور چی است؟ حفظ حجاب. وقتی که زن غیر مسلمان میاد اینجا وارد که میشه، باید قوانین را اجرا بکنه، باید روسری سرش باشه. متوجه هستید؟ شما الان وارد پادگان نشدید، وارد سربازخانه نشدید، موهایتون افتاده تا شانه، اما بعد از اینکه وارد شدید، ثبت نام کردی برای سربازی، باید چیکار بکنی؟ قوانین اونها را رعایت بکنی، باید ماشین بزنی، اصلاح بکنی. پس هر کسی وارد هر مجموعه میشه، وارد شدن اجبار نیست، اما بعد از اینکه وارد شد قوانین را رعایت کردن چیه؟ اجبار است. پس وارد دین اسلام شدن اجبار نیست. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. وارد دین یهود شدن اجبار نیست، اما بعد از اینکه وارد شدی باید عمل کنی. نمیتونی بگی نه من مسلمان هستم ولی نمازش را نمیخوانم، این سخته. نه، حکومت شما را مجبور میکنه که باید بعد از اینکه وارد اسلام شدی باید دستورات را رعایت کنی. من مثالی عرض میکنم، مثال خوبی هست، بهتر میفهمید، از کتاب الازکیه هست غالبا. میگن که یکی از قضات بود، قاضیای مسلمان، بسیار آدم
زبر و زرنگی بود، آدم ذکی بود. دوستی داشت مسیحی. این مسیحی با مسلمانان خیلی رفت و آمد داشت. این مسیحی یک روزی با دوست مسلمانش گفت، با اون قاضی گفت خیلی اسلام را دوست دارم، همه چیزش را دوست دارم، دلم میخواد مسلمان بشم، ولی یک چیز مانع هست. گفت چیه؟ گفت که من معتاد شرابم، معتاد خمر هستم، معتاد شراب هستم، لذا اگر مسلمان بشم و بعد شراب بخورم برای من مشکل میشه، ضرب شلاق میخورم. خب این قاضی مسلمان تدبیری بکار برد، زرنگ بود. گفت ببین قاضی منم، شما مسلمان باش، بعد من کاری بهت ندارم، اجرای قانون به دست من است، بقیه محاسن را که دوست داری از اسلام قبول بکن، این یکی من کاری برات میکنم، فکری برات میکنم. خب اون خوشحال شد که مشکلش حل شد، مسلمان شد. لا اله الا الله محمد رسول. من گفت از این به بعد مسلمان. ببین با اختیار خودش آمد. بعد از اینکه مسلمان شد، الان قاضی مسلمان بهش گفت میدونی چیه؟ ما اختیاری نداریم که دستورات خدا را چی بکنیم؟ دستورات خدا را به هر حال از طرف خودمون لغو بکنیم، نسخ بکنیم، نادیده بگیریم. نه، ما ملزم هستیم. لذا از این به بعد مواظب باش. اگر شراب خوردی 80 ضرب شلاق، اگر به دین مسیحیت برگشتی مرتدی، کشته میشه، قتل میشه. الان مند که چیکار بکنه؟ اگر شراب بخورد که شلاق میخوره، اگر برگردد مرتد است، کشته میشه. لذا همونطور مسلمان ماند. الان منظور اینه که ببینید وارد که شده با اختیار خودش وارد شده، اما بعد از اینکه وارد شده الان چی هست؟ مجبور است که چی؟ دستورات را بپذیرد، دستورات را اجرا بکند. پس وقتی که یهود به موسی علیه السلام ایمان آوردند، الان باید چیکار بکنند؟ باید به تورات هم عمل بکنند. اگر عمل نکنند خداوند کوه طور را می آورد بر سرشون، یلا عمل کنید. پس لا اکراه فی الدین چی است؟ در دخول دین هست، نه اینکه به دین داخل شده الان میگه عمل نمی کنم. نه خیر، چه کاره هست؟ اسلام از خودش دستوری دارد، باید عمل بکند. الله می فرماید وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد کنید زمانی را که ما پیمانتون را گرفتیم و کوه طور را بر بالای سرتون قرار دادیم. خذوا ما آتیناکم، بگیرید آنچه که ما به شما دادیم، بقوت، با قوت. واذکروا ما فیه، یاد کنید آنچه که در این تورات هست. لعلکم تتقون، شاید شما بترسید از عقاب الهی، از عذاب الله. اما بیان مرض اینجا ثم تولیتم بنویسید، بیان مرض یعنی تولی، پشت دادن. ثم تولیتم من بعد ذلك، سپس شما روی گردانی کردید، اعراض کردید بعد از این. خب اعراض که کردن، چرا خدا عذابشون نداد؟ لطف الله بود. الله می فرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل الهی بر شما و رحمت الهی. فضل الهی بنویسید بالامهال و التأخیر. اگر خداوند فضل نمی کرد با مهلت دادن و تأخیر دادن شما، خب لعذبکم، اگر خدا فضل نمی کرد، این لعذبکم جزا هست، شما را چی می کرد؟ شما را عذاب می داد. اما لکنتم من الخاسرین، این ثمره تولی هست، نتیجه تولی هست. ثم تولیتم، خداوند می فرماید لکنتم من الخاسرین،
بودید شما از زیانکاران. من الخاسرین بنویسید فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت شما از زیانکاران. ولقد علمتم الذین اعتدوا. خب این خباثت اول آباء یهود و اجداد یهود بود که اونها به تورات عمل نکردند. خباثت دومشان حیله بازی، نیرنگ، حیله به کار بردن برای چیزهایی که خداوند حرام قرار داده، مرتکب حرام می شدند اما با حیله. حیلهشون چی بود؟ حیلهشون اینه که اونها برای اینکه روز سبت را، روز شنبه را احترام بگذارن، روز مقدسشان بود و روز عبادت بود، نباید ماهی شکار می کردند. اما اونها چیکار کردند؟ خداوند هم امتحان کرد اونها را. روزهای شنبه ماهی ها می آمدند بالای آب، ماهی ها فراوان دیده می شدند، راحت شکار می شدند. روزهای دیگه خوب یافته نمی شدند. لذا اینها حیله به کار بردند که جوی درست کردند، حفره گودال دیگه درست کردند. روز شنبه که می شد ماهی ها را اون طرف هدایت می کردند و باز راه را می بستند. روز یک شنبه باز می رفت ماهی ها را تو اون حفره دیگه گیر افتاده بودند، روز یک شنبه دیگه جمع می کردند، شکار می کردند. این حیله را به کار بردند. خداوند عزوجل خیانت دوم این حیله و این نیرنگ را ذکر می فرماید. الله می فرماید ولقد علمتم الذین اعتدوا، به درستی که شما می دانید کسانی را که اعتدوا تعدی کردند، تجاوز کردند، منکم از شما، فی السبت در روز شنبه. اینها چه کسانی بودند؟ اهل روستای به نام ایله، روستانشینان روستای ایله بودند. این اتفاق در زمان سیدنا داوود علیه السلام افتاد. حضرت داوود در این زمان چی بود؟ پیغمبر بود. الله می فرماید فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم شما باشید میمون. قرده چیه؟ میمون بشید. خاسئین یعنی ذلیلین، میمون ذلیل، میمون پست. اونها را ما مسخ کردیم. خداوند بعد از اینکه حکم خدا را شکستند و به این صورت مسخره کردند، خدا دستور داد همه میمون بشن. همه انسان ها میمون شدند، اونهایی که این کار را کرده بودند. تا 3 روز مفسرین همه نوشتند تا 3 روز زنده ماندند. اینکه بعضی میگن این میمون های امروز همون ها هستند، این غلطه. هر قومی را، این قانون خداست، هر قومی را خداوند مسخ کرده تا 3 روز بیشتر زنده نگذاشته. نه اینکه نسلش را ادامه داده، نه. مسیحیان تبدیل به خنزیر شدند، یهودیان تبدیل به میمون شدند. و جعل منهم القردة والخنازیر. اینها تا 3 روز بیشتر زنده نماندند. خاسئین معنی ذلیل. اینجا این آیت بفرمای عبارت روح المانی و ظاهر القرآن انهم مسخوا قردة على الحقیقه. ظاهر قرآن اینه که اونها مسخ شدن به چی؟ به میمون حقیقتا. چون شاید بعضی بگویند که حقیقتا نبود، خدا میگه میمون بشید، یعنی یک نوع تحقیری هست. مثلا در عرف ما، در اصطلاح ما، کسی که خیلی کودن باشه میگن گاو. این معنیش نیست که خودش حقیقتا گاوه. یا مثلا کسی که خیلی درنده صفت باشه بلا تشبیه میگن سگ. یا مثلا صفتی دیگه داشته باشه میگن الاغ. خب این صفات که میگن یعنی تبدیل نشده، مثل اون شده. خب بعضی مفسران میگن شاید خداوند این نسبت را بهشون داده. علامه آلوسی میگه نه، انهم مسخوا قردة على الحقیقه. اونها حقیقتا تبدیل به چی شدند؟ میمون شدند.
و علی ذلك جمهور المفسرین و هو الصحیح. جمهور مفسران همین دیدگار دارند و صحیح هم همینه. اما بعد از اینکه تبدیل به میمون شدند چقدر زندگی کردند؟ ولم یعیشوا اکثر من ذلك من 3 ایام. ولم یعیشوا اکثر من 3 ایام. از 3 روز هم بیشتر زندگی نکردند، بعد از مردند. خب الله تعالی به اونها گفت کونوا قردة خاسئین. الله می فرماید فجعلناها، ما قرار دادیم این داستان را یا این عقوبت را، این عذاب را، نکالا لما بین یدیها، فجعلناها تلك العقوبه، نکالی، عبرتی، درسی، لما بین یدیها و ما خلفها، برای اون امتهایی که در اون زمان بودند، و ما خلفها، اونهایی که پشت سر بودند، یعنی بعدی که میان، و موعظه للمتقین، و این را ما موعظه قرار دادیم برای متقیان. موعظه قرار دادیم برای متقیان. ببینید عنایت بفرمایید، نکته میخوام عرض کنم که مقایسه یهود با امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. بس امت رسول الله اولین این امت و آخرین این امت، یعنی در واقع یهود را ببینید که چگونه حیله و نیرنگ بازی کردند. امت رسول الله را که در صدر بود، یعنی صحابه رسول الله، اونها را ببینید وضعیتشون چی بود. الان این امت که امت آخر الزمان هست و امروز که ما هستیم، ببینیم چقدر خوب و عادت یهود در میان ما و مردم ما اثر کرده. عیناً مثل همین امتحان و آزمایشی که برای یهود بود، برای صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بود. خداوند دستور داد به صحابه که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، شما در حالت احرام هستید، اجازه ندارید که شکار بکنید. شکار برای شما چیه؟ حرام است. میخوانیم انشاءالله در سوره مائده. خب بعداً صحابه وقتی که میرفتن برای، و میدونید اون زمان چیزی نبود برای خوردن، اگر کسی شکاری گیرش می آمد دیگه چند روز شکمش سیر بود. مثل امروزه که این همه نعمت هست نبود. اما صحابه وقتی که می رفتند احرام می بستند، به حج می رفتند، به عمره می رفتند، شکار فراوان بود مثل ماهیای بنی اسرائیل. قرآن هم میگه یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. ای مؤمنین، خداوند شما را امتحان می کند با شکار. وقت احرام اینقدر نزدیکتون می آید که تناله بایدیکم، شما با دستها میتونید بگیرید اونها را، با نیزه هم میتونید بزنید اونها را. لیعلم الله من یخافه بالغیب، خداوند امتحان می کند ببیند که چه کسی از خدا می ترسد، ایمان بالغیب دارد، خوف بالغیب دارد. اما قربان ایمان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها حرکتی از خود نشان ندادند. کوچکترین حرکتی کسی از اونها ندید. یک مورد هم نیست که اینها در حالت احرام یک نفر بیاد و حیوانی را شکار بکن. پس بنی اسرائیل در امتحان خودشان مردود شدند، ناکام شدند. صحابه رسول الله چی شدند؟ مقبول شدند. اما امروز ماها که جز همون امت هستیم و خودمون را متبعین و پیروان صحابه میدانیم، متاسفانه ناکام شدیم. امروز مردم در حالی که میدانند که ربا حرام هست، سود حرام هست، با حیله هایی که بانک ها و اهل بانک ها درست می کنند، با حیله های مختلفی تجارت ربوی می کنند، قرض های ربوی می گیرند و معاملات ربوی می کنند. در بنگاه ها معاملات ربوی خیلی رواج دارد. با حیله به هر حال
روی هر وامی، روی هر دینی میبینیم که چقدر پول میکشن. مثلا ماشین قیمتش 100 میلیون هست، آقا میخواد بگه که به من 100 میلیون تومان وام بده، من بهت یک ماه دیگه 2 ماه دیگه 120 میلیون تومان میدم. خب میگه این تو ربا هست. میگه این ماشین را به من بفروش. به چقدر میفروشی؟ 120 میلیون تومان. در جا دوباره به ماشین را به صاحبش میفروشه به 100 میلیون تومان. 100 میلیون تومانش را نقد میکند. اینها عیناً حیله های بنی اسرائیل هستند. یعنی مردم از این طریق کار ربا میکنند و کارهای دیگری که انجام میدن. در بانک ها میگن، خیلی از بانک ها هستن میگن تبلیغات میکنند که ما ربا نمیگیریم، فقط پولتون را اینجا بذارید، بعد از چند ماه به شما وام بدون ربا میدیم. اینا حیله هستند. چند ماه که پول شما اونجا باشه، لذا میسنجند که سودش چقدر هست. بعداً چیکار میکنند؟ همون اندازه که اونها سودش را میسنجند، درصد 18% و 22% که مروج هست در بانک ها، بعد از 4 ماه میبینید، بعد از 6 ماه به شما یک وام میدن. این وام معادل با همین سودی که از پولهای شما اونها به دست آوردن. لذا خیلی از این نوع مسائل هست. خب مردم، خیلی از جوانان هستن میگن اگر ما نگیریم نمیتونیم ازدواج بکنیم، نمیتوانیم به مسکن برسیم، نمیتوانیم مشکلاتمون را حل بکنیم. امتحان الهی هست. صحابه ببینید همین امتحان را داشتند، یهود همین امتحان را داشتند، ولی بعضی ها ناکام، بعضی ها کامیاب، بعضی ها ناموفق، مردود، بعضی ها مقبول و موفق. الله عزوجل احکام را که برای ما مشروع فرموده، ما نباید حیله بازی بکنیم، نیرنگ به کار ببریم. لذا الله می فرماید که فجعلناها نکالا لما بین یدیها، ما قرار دادیم اون عقوبت را عبرتی برای اون انسانهایی که بین یدیها جلویشون بودند، یعنی در اون زمان حضور داشتند، و ما خلفها من الامم، اون امت هایی که پشت سر می آیند، و موعظة للمتقین، و همچنین این را موعظه قرار دادیم برای متقیان. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یاد کنید زمانی را، خباثت سوم و خیانت سوم آبا و اجداد یهود. یاد کنید زمانی را که قال موسی لقومه، موسی به قومش گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، بدون شک الله عزوجل شما را امر می کند که شما بکشید گاوی، شما گاوی بکشید. حکم الله عزوجل به ذبح بقره. قالوا اتتخذنا هزوا، آیا ما را مسخره کردی، ما را به عنوان مسخره گرفتی؟ موسی علیه السلام چی گفت؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه به خدا از این که من باشم از جاهلان. من جاهل نیستم، جاهله که مسخره میکنه، من واقعیت میگم، جدی میگم. ببینید، توجه بفرمایید که اینجا شأن نزولی دارد این آیات. من اون شأن نزول نه، بلکه جریانی که این آیات به اون جریان اشاره میکند و داستانی که اون را خدمت شما عرض میکنم. اما قبل از اینکه عرض میکنم بگم که اینجا مفسرین با هم اختلاف دارند که اصل داستان چی بوده. ببینید، بعد از رکوع هست و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، اون اشاره به داستانی میکنند. عامه مفسرین، عموم مفسران معتقدند که اول داستان اونجا ذکر شده. اینجا که این آیه را ما خواندیم و آغاز کردیم، این آخر داستان است. در بنی اسرائیل کسی بود سرمایه‌دار، سرمایه داشت، وارث دیگری نداشت، تعدادی پسرمو داشت که اگر این آقای سرمایه‌دار می‌مرد
پسر اموها چی می شدند؟ وارثش می شدند. خب پسر اموها منتظر بودن بمیره، نمرد. یک شبی به او حمله کردند و شبانگاه او را کشتند و روز بعد لذا گریه و فریاد سر دادند که پسر اموی ما را کشتند و همه مردم جمع شدند که چه کسی این را کشته. ناراحت بودند، پریشان بودند، تا اینکه سیدنا موسی در زمان حضرت موسی بود. سیدنا موسی علیه السلام تشریف آوردند، حضور پیدا کردند. خداوند به ایشون گفت، به موسی علیه السلام گفتند که اگر میخواهید که بدانید که قاتل کی هست، یک گاوی بکشید و بخشی از گوشت گاو را به این بدن این بزنید، تماس بدید، این زنده میشه، قاتلش را میگه. خلاص موسی علیه السلام دستور داد گاوی بکشند. سوره بقره به همین خاطر میگویند گاوی بکشند. گاو را گفتند چه گاوی باشد؟ موسی گفت چنین گاوی باشد. بعد گفتند چه رنگی باشد، چه شرایطی، چه اوصافی. همینطور وقت گذراندند. در روایت های تفسیری میاد که 40 سال طول کشید تا اینکه این گاو، آخر گاو را پیدا کردند، با همون شرایط گاو را کشتند، بخشی از بدن گاو را به اون میت زدند. میت بلند شد، معرفی کرد، گفت پسر امو مرا کشته و دوباره مرد. اون افشا شد. ببین عموم مفسران اینطور میگویند، اما شیخ حسین علی رحمه الله میگه نه، این دو تا جریان جداگانه هست. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، این جداگانه هست. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم جداگانه هست. خداوند به بنی اسرائیل دستور داد که گاو بکشند. چرا گاو را بکشند؟ نه اینکه مردی کشته شده بود، مردی مرده بود، بلکه این قوم در واقع اعتقادشان خراب بود. در دل اونها و در ریشه اعماق قلب اونها محبت گاو جای گرفته بود. گاو به عنوان یک معبود، به عنوان یک مقدس، امروز هم خیلی از مردم دنیا دارند، هندوها دارند و اقوام دیگه دارند. مشرکین مکه هم همین اعتقاد را داشت. اشرب فی قلوبهم العجل. اصل وقتی که تاریخ را میخوانیم، بنی اسرائیل در مصر زندگی میکردند. مصری ها و قبطی ها که قوم فرعون بودن، اونها هم گاو پرستش میکردند، بنی اسرائیل نمیکردند. اما بعد از اینکه سامری آمد، گاو را اینها میدیدن که اونها پرستش میکردن. محبت گاو و عظمت گاو با توجه به همسایگی این قوم خود به خود در دل اینها جای گرفته بود. بعد از اینکه سامری فریب داد و زیورالات را به شکل گاو درست کرد و گفت که این خدای شما هست، از قبل زمینه هم بود، محبت بود، لذا اینها به سجده افتادند و به اعتکاف اطراف گوساله طلایی. پس این محبت بود تا اینکه موسی علیه السلام جایی آمدن دیدن که افرادی نشستن بتانی را عبادت میکنند. اونجا هم اینا تقاضا کردن موسی ما هم چنان خدایی داشته باشیم مثل اینها که خدایشون جلو رویشون هست میبیند، ما هم این گونه داشته باشیم. یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. موسی گفت شما واقعا جاهل و نادانید. اونها هدف بنی اسرائیل همون گاو بود که گاو را انسان میبینه. خلاصه محبت گاو در ریشه های قلب اینها ریشه دوانده بود. خداوند میخواست که گاو را توهین بکند، گاو را بی ارزش نشان بده. گفت بعد از این که توبه کردند و عبادت کردند، گوساله را هم دیگر را کشتند،
دستور فرا رسید که باید گاوی بکشید تا اینکه معلوم بشه که خدا نیست، اعلام بشه عملا که این که ذبح میشه این خدا نیست. مولانا حسین علی میفرما به این خاطر اونها دستور داده شدن که چی؟ گاو را بکشن. خب گاو گفتن چه گاوی؟ ابن عباس عبارتش را میخوانم. ابن عباس میگه از همون روز اول اگر سوال نمی کردن هر گاوی میکشتند کفایت میکرد، جواب میداد، ولی سوال کردند، هرچی که سوال کردند خداوند شرایط را سخت‌تر کرد تا اینکه 40 سال طول کشید که این گاو را پیدا بکنند با لیت و لعل و با مکر و نیرنگ و با امروز و فردایشون. پس گاو را کشتند. گاو را که کشتند خداوند حکم خدا اجرا شد. حکم خدا چی شد؟ اون جریان یک جریان دیگری هست. خداوند اون داستان را اینجا آورده. اون انسان کشته شد. حالا مولانا میفرماید چگونه ممکن است یک جسدی تا 40 سال بماند؟ یک جسدی تا 40 سال بماند و بعدا بعد از 40 سال گاو کشته بشه که این خشک میشه، این از بین میره، لذا اصلا این قابل درک نیست. خب اون جریان که اتفاق افتاد، اون انسان وقتی که کشته شد توسط پسرعمو، اونجا هست خداوند میفرماید فقل نضربوه ببعضها، ما به اونها گفتیم بزنید او را ببعضها، با بعضش، با بعض، الان مفسرین دیگه میگن با بعض گاو، با بخشی از گوشت گاو، ولی مولانا حسین علی میگه نه ببعضها، یعنی بعضی بدنش را با بعضی، یعنی به وسیله دستش بزنید به قسمت دیگری از بدنش، دست خودش خود به خود زنده میشه. متوجه شدید؟ این دو تا نظر دیگری مثل علامه آلوسی هست که این قصه گاو را قبول ندارن به این شکل که عامه مفسرین میگن. اینها میگن شاید اینطور بوده که دستور گاو جداگانه صادر شده، به بنی اسرائیل گفته شده که شما گاو را بکشید، طول کشید امروز و فردا تا اینکه سالهای سال آخر گاو را کشتن. گاو را که کشتن اون مسئله قتل این روزها اتفاق افتاد. مسئله قتل چی شد؟ اتفاق افتاد. الان گفته شد که بخشی از گاو را بهش بزنید، فقل نضربوه ببعضها، او را بزنید با بعضی از گاو، با بعضی از گاو بزنید، اون چی میشه؟ زنده میشه. و این نظر علامه آلوسی است، این را به صورت شاید و لیت العل میگوید. ولی بنده خدمت شما عرض میکنم که این نظر هم زیاد به ذهن نمیاد، به دل نمیخورد. نظر شیخنا حسین علی رحمه الله واقعا نظر خوبی هست. به چه دلیل؟ ببینید خداوند چرا دستور داد که گاو را بکشید؟ تا نشان بده که گاو چی هست؟ گاو باید توهین بشه، ذلیل بشه، خدا نیست. گاو کاری نمیتونه بکنه. خب طبق نظر مفسران و طبق نظر آلوسی اگر به وسیله گاو این زنده بشه، پس گاو هست که مرده را زنده می کند. کرامت گاو ثابت شد یا نشد؟ اون هدفی که از کشتن گاو بود اون هدف برآورده نشد. این را بنده عرض می کنم، نظر بنده هست که اگر ما بیاییم طبق تفسیر مفسران تفسیر بکنیم یا طبق تفسیر آلوسی تفسیر بکنیم، پس معجزه‌ای برای گاو داریم ثابت میکنیم، کرامتی برای گاو داریم ثابت میکنیم که به وسیله گاو مرده زنده میشه، در حالی که نه خیر. الله عزوجل آورده که نشان بده در گاو هیچ تأثیری نیست، هیچ تقدسی نیست، هیچ الوهیتی وجود ندارد. باید او را کشت. باید او را چی کرد؟ کشت. یعنی چه؟ یعنی محبت اون را که غیر الله هست از دل بیرون کرد.
پس وقتی که اون مرده زنده بکنه دوباره محبتش چی میکنه؟ برمیگرده. متوجه شدید؟ بنابراین ما معتقدیم این داستان چیز دیگه هست. الله میفرماید و اذ قال موسی لقومه، یاد کنی زمانی را که موسی به قومش گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خداوند به شما دستور میده که شما گاوی بکشید. قالوا اتتخذنا هزوا، گفتند آیا ما را مسخره میکنی؟ موسی گفت قال اعوذ بالله، پناه به خدا، ان اکون من الجاهلین، این که من از جاهلان باشم. نه مسخره نمی کنم، واقعیته. گفتم پس واقعیت از خدا بخوا چه گاوی؟ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. بله این استفسار اول است، سؤال اول است. ادع لنا ربک، بخواه برای ما از پروردگارت، یبین لنا ما هی، بیان کند برای ما که اون چه باشد از نظر سن. ماهیه از نظر چی؟ سن. جلالین نوشته ماهیه ای سنها، جلالین سنش چقدر باشد؟ قال انه یقول انها بقره، پاسخ موسی، جواب استفسار اول. قال انه، بدون شک پروردگار میگوید انها بقره لا فارض، بدون شک اون گاوی باشد که لا فارض، نه خیلی مسن باشد پیر باشد، ولا بکر، نه جوان باشد، نه پیر نه جوان بلکه معتدل. عوان بین ذلك، عوان بین ذلك، معتدل باشد، متوسط باشد بین این، بین چی؟ بین پیری و جوانی. فافعلوا ما تؤمرون، انجام بدهید آنچه که شما امر شدید. خب انجام بدید. باز هم سوالات بنی اسرائیلی این نوع سوالات را میگویند، یه چیزی که هیچ مربوط نیست، خودت برای خودت میخوای مشکل درست کنی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، استفسار دوم، سوال دوم. بله ادع لنا ربک، بخواه برای ما از پروردگارت، یبین لنا ما لونها، بیان کند که رنگش چه باشد. قال انه یقول انها بقره صفراء، موسی گفت بدون شک الله میگوید انها بقره صفراء، بدون شک اون گاوی باشد زرد رنگ. فاقع لونها تسر الناظرین، خالص باشد رنگش. فاقع لونها یعنی زرد باشد، خط و خال داشته نباشد، خالص باشد رنگش. تسر الناظرین ای تعجبهم، تماشاگر را خوشحال بکند. کسی که تماشاش بکند، بیننده را، کسی که او را ببیند لطف ببرد، کیف بکند، از دیدنش تعجب بکند. خب این دو مسئله حل شد. باز سوال سوم، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی، استفسار سوم. باز هم سوال بکن برای ما که از ربت ماهیت چی باشد، یعنی صفتش چی باشد، چه نوع گاوی. گاوها داریم که در رمه هستند میچرند، گاوها داریم که جلوی خانه با علوفه پرورش میشن، گاوها داریم که تو زمین کار میکنن، کارگر بهشون میگه شخ میزنن برای آب کشیدن. چه نوعش باشد؟ بله ان البقره تشابه علینا، علت این استفسار به درستی که گاو ان البقره تشابه علینا، بر ما چی شده؟ مشتبه شده، یعنی خیلی زیاد هستند، مثل همند. و انا ان شاء الله لمهتدون، به درستی اگر خدا بخواهد ما
لمهتدون هدایت میشیم، یعنی راهنمایی میشیم درست و این کار را میکنیم. مفسران گفتند اگر این انشاء الله را نمیگفتند هیچ وقت توفیقیشون نمیشد. به برکت انشاء الله خداوند آخر توفیق داد که گاو را بکشند. قال انه یقول، موسی علیه السلام گفت بدون شک الله میگوید انها بقره، این گاوی باشد که لا ذلول تثیر الارض، نه کارگر. ذلول گاوی را میگن که به هر حال ذلت و سختی برداشت میکند، کار میکند، نه چنان کارگری که تثیر الارض زمین را شخم بزند. ولا تسقی الحرث، و نه اون که حرث را و کشت را آب میدهد. گاوها هستن اون را به چاه میبندند، به چرخ میبندند و آب میده. بلکه مسلمتون، سالم باشد، ای بریئت من العیوب. معالم التنزیل چی نوشته؟ بریئت من العیوب، از عیوب چی باشد؟ پاک باشد. لا شیئة فیها، هیچ رنگی در او نباشد، هیچ عیب و رنگی خالی توش نباشد. وقتی که همه اوصاف را موسی گفت، قالوا الان جئت بالحق، اکنون حق را گفتی. جئت بالحق یعنی حقیقت را گفتی، حقیقت را آوردی و گفتی. الله تعالی می فرماید جئت بالحق ای اظهرت حقیقت ما امرنا به. روح المعانی، اظهرت حقیقت ما امرنا به، حقیقتی که خدا ما را امر کرده ظاهر کردی. لذا می فرماید فذبحوها، گاو را ذبح کردند، و ما کادوا یفعلون، نزدیک نبود این کار را بکنند، ولی خلاصه آخر کردند. به برکت چی بود؟ انشاء الله بود. خب اینجا عبارت ابن عباس را هم بخوانم که قال ابن عباس، ابن عباس میگه لو ذبحوا ای بقرة، اگر هر گاوی میکشتند لاجزأتهم، کفایتشون میکرد. هر گاوی میکشتند چی؟ کافی بود. ولكن شددوا على انفسهم، اونها خود بر خود سخت گرفتند. فشدد الله تعالی علیهم، خدا هم بر اونها چی کرد؟ سخت گرفت. روح المعانی، خودشون سخت گرفتن، اونها هم خدا هم سخت گرفت. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.